سلام همراهان عزیز. راز 11 موفقیت نام دارد با خودتان و دیگران کاملا صادق باشد. لطفاً دفتر و قلم را فراموش نمیکنیم چون بعضی چیزها را نوشتن ما لازم. بریستول عزیزان میگوید که تفکر منبع اصلی تمام ثروت، تمام موفقیت، تمام درآمدها و تمام کشف‌ها و اختراعات بزرگ و تمام کامیابی‌ها است. شاید ارزشمندترین خصوصیتی که میتوانید داشته باشید شهرت به صداقت کامل است. در هر کاری که انجام میدهید کاملا صادق باشید. هرگز به صداقت خود آسیب نرسانید. باید داشته باشید که کلام شما پیوندی شماست و سربلندی و شرافت شما همان چیزی است که در تجارت به کار میبرید. تمام تجارت موفقیت آمیز بر اساس اعتماد است. موفقیت در ثروتمندان خود ساخته شدن فقط به تعداد افرادی بستگی دارد که به شما اعتماد میکنند و دوست میدارند با شما کار کنند، به شما پول قرض بدهند، محصولات شما را بخرند، از خدمات شما استفاده کنند یا هنگام سرزدن مشکلات به یاری شما بشتابند. شخصیت شما مهمترین سرمایه است که میتواند در سرتاسر زندگی به دست آورد و شخصیت شما به اندازه صداقت بستگی دارد که در رفتار، کردار و گفتار دارد. یعنی رفتار و گفتار و کردار شما بازتاب مهارت و هنر و شخصیت شماست. اولین کلید صداقت عزیزان این است که با خودتان صادق باشید. صادق بودن با خود یعنی انجام کارها با بهترین شکل ممکن. صداقت از لحاظ درونی و با ذات شخص و از لحاظ بیرونی به درستکاری و کیفیت کار بستگی دارد. دومین کلید صداقت عزیزان این صادق بودن و روی راست بودن با مردم در تمام زندگی خود است. با همه مردم صادق و حلال کار باشد. هرگز کار را نکنید یا حرفی را نزنید که به آن اعتماد ندارد و یا ممکن است در راست بودن، خوب بودن یا درستی آن شک داشته باشد. برای هر چیز به صداقت خود لطمه وارد نکنید. همیشه با بالاترین روند و یا استانداردی که میشناسید زندگی کنید. در اینجا سوال از شما داریم که دوست می‌داریم صادقانه به آن جواب دهید. اگر همه انسان ها عیناً مانندی شما می بودند، جهانی که در آن زندگی می کنید چه نوع جهانی می شد؟ این سوال شما را وادار می کند که استاندارد زندگی خود را بالا ببرید. طوری کار کنید که هر کلام و عمل شما برای دیگران نقش داشته باشد. رفتار خود را طور جلوه دهید که هر کس شما را دید پس از شما از رفتارتان عبرت بگیرد. وقتی در حالت شک هستید همیشه کار درست را انجام بدهید. هر خزینه ای که برای شما در بر داشته باشد و این تمرین عملی میگوید که تقریبا هر مسئله در زندگیتان را می توانید با برداشت به ارزش‌هایتان حل کنید. این ارزش‌ها چیستند؟ به آنها چقدر اعتقاد دارید و به آنها چقدر پایبند هستید؟ هر جا که به شما استرس از هر نوع وارد می شود عادتاً به آن معنی است که شما سببگار یکی از این ارزش‌ها هستید یا به آن عمل نمی کنید. این مسئله هرچی باشد با کم اعتقاد به آنچه که واقعاً باور دارید در زندگیتان مهم است آن را حل کنید. خوب عزیزان، ما به درس 11 اینجا پایان میبخشیم و درس‌های دیگری ما را چون هر وقت میتوانید هر روز دوشنبه در یوتیوب کانال خرد تماشا کنید. هر سوالی که داشته باشید میتوانید در کامنتاری نویسید و ما به شما پاسخ خواهیم داد. با امید پیروزی و سعادتی همه شما عزیزان روزی خوب و با قراری داشته باشید.
همیشه با خیرت بمانید تا بهترین ها را بخواند.